کت خدا آقا، تحریم ها کمرمان را 3 تیکه کرده است. دیگر چیزی به خزانه ما نمانده است. تدبیری بیندیش. آها یافتم. از جیب اهالی جبران میکنیم. جیب من و اهالی نداریم، همه‌اش اموال بیت المال است که مال ماست. یعنی چی کار کنیم؟ قیمت ها رو افزایش بدیم؟ نه احمق جان، با تاکتیک موریانه وار عمل میکنیم. اول قیمت یک جنس را بالا میبریم، اهالی را تست میکنیم، اگر قبول کردندی کالای بعدی را گران میکنیم. ها؟ یعنی چی؟ ای والله انفاسکم. حالا بروید سراغ علوفه الاغ‌هایشان، با این یکی حتما خزانه پر می شود. جمع کن بابا، شورشو در آوردین، غلط کردین. کت خدا، این دفعه داد اهالی در آمده است. غریب است که شورشی بکنندی. حالا چه کار کنیم؟ خب اشکالی ندارد، الان خودم درستش می کنم. دوربین را بیاورید. اهالی فینیتو، این که میگویند قیمت یونج گران شده شایعه‌ای بیش نیست. گول این شایعات دشمن در فضای مجازی را نخورید. بنده حقیر جز افزایش رونق اقتصادی جیب‌های شما دغدغه دیگری ندارمندی. حالا فکر کردی با این تکذیب کردن ها تو قهرمان میشی؟ دوران این شامورتی بازی ها گذشته. دفعه دیگه از این غلط ها بکنی آخرین غلطت کردی.